من زاده جماعت خستیورز ناحیه باباجان غفورов هستم. این در ولایت سوخت. مکتب 5 همین ناحیه رو ناحیه باباجان غفورov رو به اتمام رسانیدم. بعد آمدم به دانشگاه ملی تاجیکستان. موفقیت من گویم یا که قدم‌های اولین من به سمت موفقیت از دوره مکتبی آغاز می شود. در دوره مکتبی نیز همه وقت کوشش میکردم که کودک غیر عادی باشم. ما در خورده میوه فروشی میکردیم، از باغ میوه رو جمع میکردیم، با همون دوچرخه‌ای که داشتیم بار میکردیم، به ستیلا میبردیم بازار و در بازار به فروش میگذاشتیم. و والدین ما رو همین خیلی تربیت کرده بودن، یعنی که ما باید خودمون برای خود کار میکردیم و برای خود مبلغ پیدا میکردیم و اون چیزی که اون مقصدی که در پیش خود داشتیم، یعنی که خریداری کردن یگون دوچرخه نو، یگون لباسی نو، یعنی که برای اون خودمون مبلغ کار میکردیم. در همان زمان معلوم بود که اعظم تماما اندیشه دیگر دارد. این دانشگاه رو تمام نکرده در هفته‌نامه من و تو فعالیت خود را شروع کردم. چسب و تلاش و اندیشه های او را دیده من او را به حیث سردبیر نشریه من و تو یکی از نشریه های مرکز تعیین کرده بودم. البته که دوره‌های دانشجویی بسیار مشکلی ها داشتند، خیلی که هر یک دانشجو پس سر میکند. ما نیز هم خیلی مشکلی ها را داشتیم، البته که نرسیدن مبلغ، روزهای دراز نصف روزی نکردن. اعظم دایدم است که فقط یک کوژینکا داشت، همون مثلا چی میکرد میپوشید، یک کوژینکای سیاه داشت، خیلی در خاطرم هست. فقط همون کوژینکا در تنش بود، مثلا چند سال بچودگی بود. خلاصه کردم که باید زبان روسی هم رو سایقل دهم، زبان روسی رو خوبتر آموزم. با همین مقصد ها آمدم به خبرنگاری آزیا پلوس. اونجا چون خبرنگار یک چند مدت کار کردم. بعد از یک سال فعالیت چون عکاس فعالیت خود رو سر کردم و قریب تا آخری کار چون عکاس کار کردم. ولی یک مدتی کوتاه گذشت، اعظم دنبال آرزوهایش خیلی کوشش کرد. خود خلاصه کرده بودم که همه وقت کوشش میکنم که در حیات به یک نتیجه که مردم در گرد و اطراف من با اون موفق شدگی نیستن، من موفق شوم. مثلا اعظم همین خیلی بود که یک چیزی را که در همون دوران دانشجویی میخواست همونا به دست می‌آورد. برای چی من سمت صاحبکاری رو انتخاب کردم؟ بعد از اون که فعالیت روزنامه‌نگاری رو سر کردم، فهمیدم که با اون معاشی که از روزنامه‌نگاری به دست می‌آورد غیر امکان است و ما همین سبب بود که صاحبکاری رو انتخاب کردم و تا یک درجه در این سمت موفقم فکر میکنم که شده ایستادم. وقتی که وی میگفت که سیخ پای افضل میکشوید، همه میخندیدند. همه میگفتند اعظم تو یک خیال پرستی، ببین که برای صاحبکارای امروزه چقدر مشکلی ها هست در پرداخت انداز سر کرده تا برخورد با مقامات وابسته به این کار. ولی اعظم زیق نمیشد، راه افتاده نمیشد و همیشه کوشش میکرد که موفق شود. در همون وقتی که در آزیا پلوس کار میکردم و میگفتم که من استحصال پای افضل رو آغاز میکنم، همه میخندیدند، گرد و اطراف جورا و شناسا میخندیدند، یعنی که فکر میکردن که یعنی که میدونستن که من این کار رو میکنم و موفق میشوم، یعنی اونها پیشخند میزدن. از اما اول بسیار میخواست که میگفت که من یک چی میسازم، یگان این شرکتی پای افضل براری یگان چی میسازم میگفت. بعد در همون صحبت هم گفتگی بود که من حتما میلیونر میشوم. در آغاز کار مشکلات زیاد بودن، این نرسیدن کارگر، تجربه نداشتن خود من، نبودن مبلغ. وقتی که از روزنامه‌نگاری به صاحبکاری گذشته شدم و آمدم نزد اویله نقل کردم که میخوام صاحبکار شوم، میخوام فعالیت خود رو استحصال پای افضل رو
آغاز کنم همه چی کردن همه زید بودن یعنی پدر مادر از همه شخصی که زیادتر زید بود بابام بودن ازم یک خصلتی داشتن که به خود زیاد باور داشتن از دوره دانشجویی بسیار خصلتی یک از خصلت‌های بهترین است برای آدمی که میخواهد در زندگی موفق باشد و بسیارتر به طرز هزل‌آمیز بیشتر میگفتن که من خدا خواهد میلیونر میشن. بعد از این به ما میسر گشت که توانیم مبلغ گذار پیدا کنیم. این فوندی اکسلریت پروسپریتی است، فوندی که برای رشد صاحبکاری در تاجیکستان چی میکند، فعالیت میبرد. اینجا کارگاه ما است. چند سال قبل بعد از آن که تصمیم گرفتم که میخوام فعالیت خود رو در کارگاه خود دوام دهم، یکی از حجره های همین بنا رو به اجاره گرفته فعالیت رو سر کرده بودم. عین حال همه حجره های این بنا رو ما به اجاره گرفتگی هستیم. زیاد از 15 نفر کارگرا در ما کار میکنن. یک چند نمودی پایافزال میبراریم، یک چند نمودی همیان، جزدان، میانبند میبراریم. با برابر این اینجا یک نقطه شده است که ما استاد تیار میکنیم. از اینجا چند شاگردای ما استاد شده فعالیت خود را در دیگر نقطه و در دیگر جاها دوام داده ایستادند. عین حال ما می‌داریم به مغازه به یک شوروم ما. بیاید عین حال من با کارگاه خود شما را شناس میکنم. اینجا یکی از حجره های است که ما اول به اجاره گرفته بودیم. عین حال بیاید مرمت کنیم. در اینجا همه قسم های کار جور کرده شده است. در اینجا ما چی میکنیم؟ چرم را میبریم. قسمی بریش است. خوش در یک کارگاه دیگر آن رو میدوزیم، نشان میدیم. در همین کارگاه باشد ما آنها رو چی میکنیم؟ به قالب میکشیم. عین حال قالب ها تیار شده ایستادن. بعد این نمود چرم هایی که با اصطلاح زگتافکا میگویند، یعنی پای افزال نیم تیار رو به قالب ها کشیده پای افزال تیار میکنیم. بیاید عین حال من به اون قسم میریم که اونجا پای افزال میدوزن. خوش در اینجا ما پای افزال میدوزیم، یعنی که دوخت پای افزال در همینجا صورت میگیرد. همش شکلی که میبینید دستی است، دستی دوخته میشود با چرم تازه. خوش نصیبه کارگری که من گفتم همین است، نصیبه بانو. همون مدل هایی که ما داریم در همینجا صورت میگیرد. در اینجا صورت میگیرد. این مدل توپ سایدر است که عین حال ما تیار کرده ایستادیم. یعنی که همه مدل اول در همینجا آغاز میشود. بعد از آن که قالب تیار شد، بعد چخیلی که نشان دادم اونجا به بریش میشد. بعد از بریش باز میباید دستی اینجا به اپی معرفت. اپی معرفت هم چندین سال است که با ما کار میکنن. اینجا به ما اپی زیبا داریم. اپی زیبا هم با همین کار یک عمر مشغول هستند. با ما زیاده از 2 سال است که به فکرم چی دارن. با برابر این در ما مهربان است. مهربان نیست به ما نه اونقدر وقت زیاد است که فعالیت خود را شروع کردگی، لیکن بسیار ماهرانه کسب خود رو آموخته است. وقتی که من در دیگر کارخانه کار میکردم با ازم شناس شدیم در همونجا. وقتی که ازم کارخانه خودش شد ما اسین آمدیم. ما آمدیم ازم ما نقص قبول کرد گرفت. آساسا ما کارو سر کردیم. من مدت 2 سال بوده که با ازم کار میکنیم. خیلی ازم قد کارگران مناسبت نقص داره. چی سوال، چی کار، چی مسئولیتی که باشه ما در وقتش ازم گرفته میتونیم. ازم جان یاشم باشن که چی خیلیم کار نقص میفهمن. همه کارگراشون دستگیری میکنن.
дар вақташ бо маҳсулот таъмин мекунанд, сифати комроҳмоям мебинанд. Агар мо таҷрибаи бисёрам дошта бошем, бо сифати корҳои мо азамҷон дида местем, бо мефаҳмонанд куҷоша чӣ кор кунем. мақсади асосии мо ба даст овардани фоидаи зиёд нест. мақсади асосии мо ривоҷ додани истеҳсоли пойафзол, ривоҷ додани санъати пӯшидани пойафзол ва умуман ривоҷ додани чарму пӯсту пӯсткорӣ аст. شما نازی نکردین تیمی رحمت من که ازم رو از سال 2019 میشناسم. بهترین برندی ناز کرد در تاجیکستان. باور که من از یک دو وقته از دیگر جا میخریدم پایافزال می آوردم یا 3 ماه 4 ماه نپوشیده وجه تیکه میشد. راستی گپ شب من یا چند بار خریدم، راستی گپ شب گون گارانتی دادن، اومدم پوشیدم ناز با تصمیم‌هاشون هم ناز. راستی گپ شب گون ما اینجا رو به اجاره گرفتیم و با برابر اون با اون شروع کردیم که متخصصای نو، کارگرای نو رو به کار دعوت کنیم. همچنین آموزش آنها رو با آموزش کارگرای نو رو آغاز کردیم و در اول مشکلی ها بسیار بودن. البته مشکلی ها در آن بودن که متخصص نداشتیم و شخصا خودم سر کردم به آن که دوختنی پای افزال را آموزم، کشیدنی پای افزال را، بریدنی چرم را آموزم. آهسته آهسته متخصصای بلندپایه، متخصصایی که در این ساحه در شوروی کار کردگی بودن، آنها رو پیدا کرده فعالیت رو شروع کردیم. این چیز خودی است. ما میبینیم که از چی میدوزن، کی میدوزد و این چیز آدم دلپر میکند. مثلا از مغازین میگیرید، از بازار میگیرید، مثلا بعد یک هفته معقول نمیشد، نمیدونید بس کی گیله کنید. در اول مقصد داشتم که تنها با استیصال پای افزال مشغول شوم. بعد از اون که پای افزال رو براه موندیم، خود میزاجان از ما طلب کردن که همیان و جزدان و میانبند نیز آماده کنیم و عین حال یک چند نمودی همیان، یک چند نمودی میانبند، یک چند نمودی جزدان رو نیز استحصال کرده ایستادیم. خب چیزی خودی است، وابسته به همین شرایط ساخته می شود و من باور دارم که نه فقط من بلکه اون نفری که از اینجا میخرند یا خریدند از کار بچه ها راضی هستند، از کار اعظم راضی هستند. گویا که برای من دختر شده است، هرچند که من فرمایش ندادم اینا، نه که ولی من پوشیدم هیچ کردم که پای من راحت میکند. دایر به نقشه های آینده اگر نقل کنم، ما عین حال باز یک سال دیگر مقصد داریم که در خود تاجیکستان فعالیت کنیم، در همه منطقه تاجیکستان کارگاه خود رو، نمایندگی خود رو داشته باشیم و بعد از اون مقصد داریم که در دولت‌های مانند روسیه و قزاقستان فعالیت خود رو دوام داده، در آنجا رواج و رونق یابیم. برای چی محض این دولت‌ها برای آنکه از روسیه و از قزاقستان عین حال نیز ما فرمایش قبول میکنیم و با آنجا دسترس میکنیم. یعنی معنای آن رو دارد که محصولات ما در این دولت‌ها نیز طلب خود را دارند. بعد از آن که خلاصه کردم که من باید کسب پای افزالدوزی رو آموزم، به خود یک ماشین خریدم، چرم خریدم، قالب پای افزال خریدم و آهسته آهسته دوختنش رو خودسرانه سر کردم در خانه. در این حال به شما نشان میدم یکمین جفت پای افزالی که خودم آماده کرده بودم. ما در اینجا جای کردگی هستیم در پشت آینه و البته که آن رو نمیفروشیم. هر زمان وقتی که مهمان ها آمدن، یک مهمان ها یه چی آمدن نقل میکنیم نشان میدیم. این نیز از چرم آماده کرده شده است. از سببی که چرمی مهین نداشتم، متای عادی ماندگی هستیم به درون پای افزال. زیاده از 4 سال است که ما این رو حفظ میکنیم، نگاه میداریم. چند وقت من خودم نیز پوشیده بودم این پای افزال رو و چون نشانه، چون یک رمز گوییم، در همینجا نگاه میداریم.
фаҳмидам. Вақте ки шумо ягон идея доред ва онро амалӣ кардани ҳастед, ҳатман вай се зинаро мегузарад. Зинаи аввал вақте ки ба фаъолияти шумо, ба кори шумо дӯстон, душманон, мардуми гирду атроф механданд. маҳз бо ман ҳама хел буд. яъне ки вақте ки ман фаъолияти соҳибкориро оғоз кардаму истеҳсоли пойафзолро ба роҳ мондам, одамоне буданд ки ба ҳоли ман механдиданд. дуюм, ин шуморо танқид мекунанд. вақте ки шуморо танқид мекунанд, вақте ки маро танқид мекарданд, ман мефаҳмидам ки аллакай ба ягон зинаи расидаам, аллакай коре кардагӣ ҳастам ки онҳо танқид мекунанд. инро хуб медонистам, мефаҳмидам ва бояд шумо низ инро донед. ва зинаи сеюм зинае ҳаст ки аллакай шуморо ҳурмат мекунанд, аллакай меҳнати шуморо, кори шуморо қадр мекунанд. маҳз барои анҳамин зинаи сеюм ҳар яки мову шумо бояд кор кунем. вақте ки шумо ягон кореро сар мекунед, якум бор наметавонед ки онро иҷро кунед, роҳ афтода нашавед. чӣ хеле ки Черчил мегӯяд, ҳаргиз бой надиҳед. яъне ки пай дар пай ба самти интихоб кардаи худ, ба орзу, ба мақсаде ки дар пеши худ мондагӣ ҳастед равед ва ҳатман муваффақ мешавед.